با سلام خدمت همه شما عزیزان بزرگوار. یک مکان خیلی زیبایی معرف حضورتون خواهم کرد در استان خراسان رضوی، شهرستان ترقبه شاندیز. خود شهر ترقبه که وارد میشید سمت چپ، بعد از خیابان دو تا از امامزادگان ناصر یاسر میرسید به خیابان کوهساران 34 رو که داخل اومدید، تقریبا یک 200 الی 300 متری که ورودی کوهساران رو میایین پایین، انتهای آسفالتی میرسید به این جای زیبا و بسیار زیبا. واقعا زیباست، خداوند آفریده که ما ملت استفاده بکنیم. قبلا یعنی توی فروردین، اردیبهشت، خرداد تا وسطای تیر ماه هم این رودخونه پر از آب بود. حضور شما عرض بشه که الان در حال حاضر آبش تقریبا قطع شده، فقط یه چشمه کوچولویی داره پایین که آب قابل شرب هم هست، بسیار گوارا. حضور شما عرض بشه که امروز هم یک روز خدادادی زیبا در خدمت شما هستم. بنده کریمی یک فیلمی گرفتم که هر موقع که با خانواده‌های محترمتون تشریف بیارید از این مکانهای زیبا استفاده لازم رو ببرید. امروز 17 شهریور ماه 1404. اینجا هم کاملا رودخانه زیبایی هستش که فضاهای زیبایی داره که میتونید استفاده بکنید. خب دوستان عزیز، پس مکان و جایگاهش رو یاد گرفتید و امیدوارم که هر موقع که مسافرت کردید به خراسان رضوی، شهرستان مشهد مقدس، حتما تشریف بیارید، از این فضاهای زیبا، از این قدرت الهی استفاده و حظ وافی رو ببرید. با کمال تشکر تا دیداری بعد، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون باد و شاد باشید.